اف جامیرا کیه؟ بالیوز ایتالیایه لسوری. پشتی 13 سالان ایتالیا جاره یکمین بالیوز خواه به فرمی شانده سوری. وزارت دروازه ایتالیا را گهاند که بالیوز وان لشامه ستیفانو رفاندیان به فرمی دست به کار کرد وکه بالیوز ایتالیا لسوری. هفته در باسبویی حکومت سوری را گهانده بود که وان بالیوز خانه خواه لروما پایتخت ایتالیا وکرنه و دست به کار کرنه. وزارت دروازه ایتالیا اشکره کرد که بالیوز وان ل ایتالیا آگاهداری روشا بالیوز ایتالیا لشامه یعنی آگاهداری روشا سوریه، آگاهداری آلوزیا سوریه، شر نوخویل سوریه که سال 2011 بردوام دکه و ایتالیا دبیجه و اف بالیوز آلیکاریا خلک سوریه بکه. ایتالیا یک جوالات مزن این جهانیه که جاره کدن پیوندین خوین دیپلوماتیک لگل سوریه دست بکر. 11,000 تن توی گنم لسر جودکارین رقا هاته بلاف کردن و هین بردوام که بلاف کردنوی هر وها 400 گریبست عقد لگل جودکاران چی بویه بقاسی 12,000 دونم زوی جبو ورگرتنا توی باش جبو موسما بی دسته چاندنی و آفدانه لروج آوای کرسانی نرخ توی گنم جبو هر تونکی ده 125 دلار امریکی دیار کرد. سازی گشتی زیاده کرنا توف ج 28 ایلون 2024 و دست به بلاف کرنا تخم گنم کریه.